اینکه مقاومت‌های ذهنی رو کمتر کنیم، چه زمانی تمرینامون رو انجام بدیم تا بالاترین نتیجه رو بگیریم و به اصطلاح ذهنمون رو بتونیم به اون سکوت برسونیم که بتونیم باورهای درست رو بهش بدیم. همونجوری که قبلا گفتم کار اصلی ذهن حفظ بقایه، یعنی شرایطی که باعث شده که تا الان ما زنده بمونیم رو دوست داره حفظ کنه، پس در برابر هر تغییری مقاومت میکنه و وقتی که ما میخوایم باورامون تغییر بدیم، تمرینات انجام بدیم، ذهن ما مقاومت میکنه و جلوی ما رو میگیره. ولی یه سری زمانهایی هست که مقاومت ذهن کمتر میشه و اون موقع زمانیه که ما تو حالت آلفا هستیم. حالت آلفا حالتیه که قبل خواب داریم و حالتی که بلافاصله بعد بیداری داریم، یعنی ذهن ناخودآگاه ما هنوز به هوشیاری نرسیده یا داره هوشیاریش کم میشه و ما داریم به خواب میریم. اون موقع اگه باورهای مناسب رو بهش بدیم میتونیم باورهامون رو راحت‌تر تغییر بدیم. پس بلافاصله بعد بیدار شدن و قبل از اینکه به خواب بریم بیایم باورهای درست رو